سلام. یادتون باشه تو سریال 3 در 4 علی صادقی قرمه سبزی با چی بود اسمش؟ یادم رفت. بادمجون سیاه و املت. میریم سراغ املت. همه رو با هم قاطی میکرد و میخورد. خیلی خب، ما هم که قرمه سبزی داریم از قابلمه و املت و قرمه سبزی رو قاطی میکنیم. خب البته ما یه دونه داریم. بادمجون سیاه داریم و اینکه قاطی کنیم ببینیم چه ترکیبی میشه که علی صادقی بیژن 3 در 4 هیچ وقت باخت نمیداد. خیلی هم خوشمزه شده، حتی خودش هم نتونست بخوره. جالب اینجاست. مرسی که با من همراه بودین. تو کامنت ها به هم بگین دوست دارین چی رو با چی بازم ترکیب کنم. منم اون کار رو میکنم براتون. فعلا خداحافظ.